آلفرد ژان باتیست لومر متولد 25 دی 1220 و درگذشت 4 اسفند 1285 در تهران، موسیقیدان نظامی فرانسوی بود که در سال 1247 خورشیدی در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار به ایران آمد تا به دانشجویان بخش موسیقی دارالفنون آموزش بده. لومر رئیس سردسته موزیک نظامی ایران بود. در واقع اولین کسی بود که خط نوت رو در ایران تدریس کرد و تلاش‌های بسیاری برای ثبت موسیقی سنتی ایران انجام داد. هارمونی رو به موسیقی ایران معرفی کرد و در واقع قطعات زیادی با الهام از موسیقی ایران ساخت. حتما براتون جالبه که بدونید اولین سرود ملی ایران توسط لومر ساخته شد به نام سلامشاه یا همان نام جاودان وطن که هممون شنیدیم. ماجرا از این قرار است که ناصرالدین شاه قبل از اولین سفرش به اروپا دستور ساخت معاش رو به لومر داد تا برای دیدارهای رسمی در کنار سرودهای ملی دیگر کشورها نواخته بشه و لومر این کار رو پذیرفت و این قطعه زیبا رو ساخت. این کار در واقع این آهنگ در دوره مظفرالدین شاه قاجار به روی صفحه ضبط شد و زمانی که شاه برای سلام رسمی برای تخت نشست توسط دسته موزیک اجرا می‌شد و تا زمان در واقع تا دوره محمد علی شاه قاجار معمول بود.